ساکنان وارخ تا شروع مناقشه اخیر مرزی در راه ماشینگرد اسفر وارخ روزانه روا می کردند. اما با فرارسی شب در حالتهای استثنایی و یا در صورت پیش آمدن کاری ضرور استفاده می کنند. سبب اصلی پیش آمدن این حالت به تأخیر افتادن تشخیص خط مرز مشترک دو کشور و نظارت تقسیم درستی ذخایر آب در این موضع سرحدی است. با نمیترسیم، با میگذاریم، شب هم میگذاریم، روز هم میگذاریم، وی خفای، وی ترسایده. با بعضی حجتون میگه تو خیلی دکم توری کنی همونجا میریم پاسپورت با بعضی وقتا همین برای حجت ما فقط شهر میریم. برای حجت توری کردن خیلی برنیسا میریم. راه ماشینگرد از موضعهای قرقیزستان عبور میکند و گاه هنگام حرکت در راه ماشین ها سنگ میزنند. اساسا بعد سالهای 2013 2014 این خطر همه وقت بود. این یکم مرتبه نه. چندین بار ماشین های ما زده همین شکستن، بچه‌های زخمی کردگی هم بدن. های اوضاع تیمنا خدا شکر نقض آمدیم اوضاع شکی مان کردگیش نه. قسمت زیادی اهالی وارخ به خواجگیداری مشغول هستند، اصلا به باغداری و چارواداری و کشت مشغول می باشند. از 38 هکتار زمین این جماعت همگی 6% آن برای کشت زراعت موافق است، اما نارسایی آب برای کشت شدیداً احساس می شود. طالب جان محکموف میگوید 5 روز زراعت خود را آب میدهد، سپس برای دسترسی به آب 2 هفته منتظر میماند که نوبتش آید. سبزار طالب جان دقیقاً در خط مرز جای دارد و علامت گذاری سرحد باید از درون باغ او گذرد. قبلا وی چاروای خود را در همین جا میچرانید که در سال 2014 رسما موضع مرزی شناخته شده بود، اما حالا وی میترسد وارد این موضع شود. قریب که همین بالا چراگاه ها عموما ما استفاده میبردیم، خیلی قرقزوان هم بودن و یکم خیلی وای نبود. خیلی مولد میچراندیم یا ایزی میفردواریم یا آمده بیملو آب میموندیم که کار میکردیم، هم خیلی وای بود. این موضع در لبه دریای کرفشین قرار دارد و از دریای اسفر سرچشمه میگیرد، اما حالا آب ندارد. برای آنکه این مسئله حل خود را پیدا کند باید منافع یکدیگر را احترام کرد، میگوید غفور جورایف. در حل مسئله راه از وارخ تا به اسفره با مشورت با همسایه ها باید یک راه بدون دهات قرقیزنشین درست کرد. همچنین یک طرح وجود داشته است که بر اساس آن 7 کیلومتر راه ساختن لازم بود ولی عملی نشد. از روی شهرداری 2014 من خود با خبر هستم، باید از بالای محلی تاجیکان و بقیه جمهوریت اقصای راه مستقلی 7 کیلومتری اقصای ساخته شود. امروز پس از مناقشه زندگی در وارخ به حالت معمولی برگشته است، میگویند ساکنان آن. وقت برای اندیشیدن یا دلتنگی ندارند، چون که وقت جوش کار خواجگی است و وارخی ها به آینده با نگاهی مثبت نظر میکنند.